میگه که چرا اینقدر حرف میزنین؟ مقصد از حرف زدن چی است؟ ما یک مصرع شعری میگیم که میگه هر کی اینجا خفت، هر کسایی که خواب هستند، خیمهشون از زدگی هستند، خواب هستند، هر کی اینجا خفت سیلاب کنه بدارش. ما میگیم میگذاریم میرویم. این همین منبر براتون میگیم که آگاه باشین. خب مردم داخلی که در خواب هستند، مردم روسیه که امروز در پسترین شرایط در مهاجرت هستند بیرون از روسیه گرد اطراف کشورهای اروپایی امریکایی، ما برای شما از این منبر میگم که قرض کشور به 4 میلیارد رسیدگی است. به 4 میلیارد. آگاه باشین، متوجه باشین که خلاصه یا چی است. آماده جواب فرزنداتون باشین. سوالی که فرزندای شما برای شما میتونه بعد از 10 سال، بعد از 15 سال، اگر که همیشه آمدین، زندگی خوب دیدین، راحت دیدین، استراحت دارین، جواب سوال هایی که بعد از شما یا که در زمانی که شما پیر میشین سالتون به جای میرسه، فرزندای شما براتون میتونن آماده او جواب ها باشه. فقط اگر که خاموشی رعایت میکنین، اگر که ترس دارین، هراس دارین، خاموشین، بنویسین در یک دفترچه که چه جواب میتین برای نسل خودتون. مطمئن باشه او از وطنی باباگیشون میپرسن. مطمئن باشین امروز مردم کرد در سراسر دنیا وطن گفتن مینالا. کشورهای دنیا در گردی همایی برای ما وطن داره میگه، اما نیست. 5 پاره شد رفت کشورش. امروز آمدگی همچی یک ملتی به وطن یاد میشوه. کوشش نکنه که او شیاره برای ما و شما بزنند. پول، مال، خانه، دولت، ثروت همه چی یافت میشوه. وطن از دست دادن دشوار از دوباره را صاحب شدن. میلیون های دیگه قربانی میخواه بعد از صاحب شدن. امروز فرصت دارین با یک ایده خوب، با یک تعداد خوب قربانی میتونین وطن را صاحب شوین. هستن هم قربانی ها در میدان، در صف پیش هستن. در با پیوندین. ایده او را بگیرین، آبتین قطعی او باشین، برنامه او را بگیرین، او را دستگیری بکنین که برین با کوچکترین قربانی وطن تان بسازین. دوباره روحیه ملی، هویه ملی تان بلند بشوه. در دیگه حالت از دست میتین. تک تک جوانایی که امروز در میدان در صف پیش می جنگند مثل حاجی عمر پیدا نمیشوه. در تاریخ امروزه تاجیکستان بکو هر دره را بکو مثل او پیدا نمیکنی. امروز یک جوان دیگر اگر میته از داشت مثل او با پیدا نمیکنی. هر یکش برای خودش الگو است، نمونه است در مبارزه خودش، در ایده خودش. اگر که محض به خاطر وطن، ملت، دین، سرزمین ایستاد شدگی است، مطمئن باش او را اگر که تو در برش نمیستی، روز میشوه که خداوند او را حتما پیروز میکنه اگر برنامه سالم داشته باشه. اما در او حالت شرمساری برای او جوانی که دعوا بعد از وطن میکنه که من تاجیکستانی میگه. در زمانی که هزارها قربانی میشوند، یک تعداد قربانی میشوه، یک تعداد دیگر وطن و دست میگیره. یک گروهی که تماشابین بده میگه من تاجیکم، از تاجیکستانم، شرم برای او است دیگه. مردن بهتر است. یک افریقایی بداند، یک امریکایی اخت ذکر که تاجیک نگو. ای برای تاجیکستانی از ذکر نکن. 70 سال آمدن ما را کشتن، قربان کردن، زندان کردن، شکستن نشدیم. استاد شدیم، استقلالیت به دست آوردیم. بعد از همین قدر ظلم و ستم، بعد از همین قدر سختی ها، بهترین جوانان استقلالیت آوردن. بعد از استقلالیت برای ما چی شد؟ برای ما چی ماتم آمد؟ برای ما چی مصیبت آمد؟ ای را بشینین هر یکت فکر کنه. شاید بعضی بهترین علم دارین، بهترین دانش دارین، در بهترین مدرسه ها درس دادین، بهترین مکتب عالی را خوندین، مسئول هستین، مسئولیت دارین در نزد وجدانتون، در نزد مردمتون و بالاخره بعد از درگذشتن در نزد پروردگار مسئول هستین که این سوال را جواب تین. زمان دیدین یک جوان در میدان بلند شد، نامردی است در بری او ایستاد نشدن. اگر که واقعا برای ملت میگه، ما او را کار ندارم که منفعت شخصی میخوان، نفوذ میخوان، آبروی خودشون میخوان، ما برای او حرف ندارم. ما برای جوان میگم که واقعا ملت میگه، دین میگه، سرزمین میگه، وطن میگه، مظلوم میگه، بیچاره میگه. من از نام او حرف میزنم که زمانی که انا همون جوان در میدان میبینی در مقابلش ایستاده میشی، این نشانه نامردی است. 100 ساله ورزش تو به درد نمیخوره. 50 ساله دانشگاهی تو خوندگی، پروفسور هستی، فیلسوف هستی، عالم هستی، اون فایده نداره دیگه.
صفر است در برابر نوجوان مرد بدن، در برابر ضعیف بدن، خواب کردن صفر است، چیز دیگر نیست. برای نمود شکستن ما شرمساری است. کوشش نکنید که شکست بخورین از بین بروین، به آبرو بشین، یک ملت به وطن بشین. اجنبی ها بیان در شما را بکنن، مادرها و زنها و خواهرای ما و شما برن در آفتاب های گرم و در 20-40 گرادوس هوای گرم در خواجگی دهخانی او کار بکنن، روغنش را کشوری همسایه برای او زحمتی ما و شما را دیگرها استفاده برن. این بود یک آخرین نقطه‌ای که من برای شما گفتم. باقی تصمیم در دست هر یک شما است. میخواین راه مبارزه، راه ما دوام داره، قطار ما حرکت رفتن میگیره، زینه به زینه، نسل به نسل را میبرند میرسونند. کوشش کنید از همون نسل باشه که به خاطر وطن دفاع بکنید.